انصار را خبر دادند که محمد به خانه تو آمده است. سبحان الله، پاهای پیاده، پاهای برهنه ابو ایوب انصار از باغ حرکت می کند، نه سر میشناسد، نه پا، نه گرمی میشناسد، نه سردی. استقبال محمد می آید تا رسول الله را بدرقه بکند. وقتی می آید یا رسول الله صفا آوردین، خوش آمدین به خانه ما، مقدار خرما میگیرد. ابو ایوب انصار می آورد به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، میگوید یا رسول الله از این خرماها تناول بکنین، من یک گوسفند برای شما ذبح میکنم. رسول معظم اسلام فرمود ببین که گوسفند حامله نباشد. سبحان الله، چه محمد امین و مهربان داشتیم. یک بار با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. چه محمد نازدانه و مهربان داشتیم. در همون لحظه میگوید گوسفند ذبح کن که حامله نباشد. ابو ایوب انصار می رود، گوسفند را آماده می کند و ذبح می کند. به همسرش میگوید تو نان درست بکن که امروز محمد صلی الله علیه و سلم خانه ما آمده. وقت غذا درست می شود، گوشت را در طبق می گیرند، می آورند به محضر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین که اون طبق را می گذارد، پیامبر دست دراز نمی کند. ابوبکر نگاه می کند، عمر نگاه می کند که چه وقت رسول خدا دست دراز می کند که دست خود را دراز کنیم. رسول خدا مقدار از آن گوشت بر می دارد، داخل سفره و کاسه می گذارد. به ابو ایوب انصار می گوید ای ابو ایوب انصار، این را شتابان به خانه من ببر که چند روز از فاطمه چیزی نخورده است. این را به خانه من ببر که چند روز از فاطمه سردار زنان بهش چیزی نخورده است. ای مسلمان، امروز چه درد بالاتر از درد محمد صلی الله علیه و سلم من و تو را میرنجاند؟ رسول خدا فرمود اگر تمام سختی های دنیا بر سرت هجوم آورد، زحمات و تکالیف و رنجهای پیامبرتان را به یاد بیاورین که رسول الله در راستای دین چه سختی های را، چه مرارت ها و دردهای را تحمل کرد. جایگاه صابران به پیشگاه الله، صبر و بردباری. کسی که فقر و بیچارگی اون را فشار آورده باید محمد صلی الله علیه و سلم را فراموش نکند. صدیقه عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، مادر مؤمنان جهان، میفرماید 2 ماه پی هم از خانه ما دود بلند نمیشد. یعنی تا 2 ماه دیگه ما سر دیگدان مانده نمیشد. یک روز سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه بعد از وفات حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش کباب را آوردن، برای ابو هریره کباب آوردن. وقتی ابو هریره کباب را دید چشمانش پر از اشک شد و گریه میکرد. گفتن بخور. گفت من نمیخورم، از کباب استفاده نمی کنم. گفتن چرا؟ گفت به خاطر که محمد در تمام زندگیش از نان گندم شکمش سیر نشده، من چگونه کباب بخورم؟ ای مسلمان، امروز چی را کم داریم ما در زندگی؟ وقتی یک نعمت از ما گرفته می شود چنان ما را سرگردان خود می کند، چنان ما مصروف همون یک نعمتی که از ما سلب شده می شویم، در حالی که صدها نعمت دیگر اون طرف هست. ای عزیزی که فقیر هستی، اون برادری که کمرش شکسته به اون نگاه بینداز. ای برادری که تو به مرض گرفتار هستی، برادر دیگرت به مرض سرطان گرفتار است، به اون نظر بینداز.